مادر یک 500 روپیه بده یک شار میرم. بچه من پیسه از کجا کنم؟ برو از آقایت بگی. پیسه را چی میکنی؟ این قیل خرچی نکن، کاش خودت کاربار داشته باشی. از کجا شود؟ برو دختر الهی ما بده. از تو رو خو نگرفتیم، تو را چی؟ من خو یک پیسه کورس میگیرم، یک ماش آقایم نستو شو یا خرج خانه. برو سر بیادرت خدا و قیوخی نکو که کدام قفا خود خوری. او در قار خدا شوین، آرام باشین. از دست تو بچه ما هیچ روز خوش خو ندیدم. این بیخی خود سر ما بدماش جور کرده. خوب میکنم، بدماش کل منطقه ما هستم. بیدی که اندوالای ماتلم است. تو که تمام اندوالای دیوانه در غضب خدا شوید. برو که یک دقیقه مو آرام باشیم. خیلی پیسه بده که ما برم رنگ ما گم کنم. کتی اولادا دیوانه شدیم بخیر. اینو بگی 500 دیگه. دیدی زوری لالای تا دیدی 500 از خود کردم. من حال میرم چکر که تخرجی میکنم قدندوالای مصرف میکنم. برام رئیس قیس برو تو ریالای چرسی قمار بزن. با شام کامل پیسه یک دسته گردنم در پیش نیست. ای دیوانه، ما قمار نمیزنیم، لدو میزنیم. خب سر پیسه میزنین دیگه. ساتری بدون پیسه هم خو مزه نمیته خواره. خاک دست سرتان شب غیر لدو بزنین و سیگریت بزنین. زوری داده خورو خیلی دلت شما دخترها و ریگاج خریده در روی خود بماله. مادر سعی که توی بچه نازدانه تا که چی میگم و خدا آقایم بیایی کلگه پا رو برش میگم. خدایا از دست این بچه نزدیک است که دیوانه شم. خدایا دیگه تو برای من صبر بدی. این چه روزه سر ما آمده؟ صافی جان لوده توی کجا میری؟ ما که خانه نباشم، خدا تنبیه که خانه جور میکنی. اینجا ما نماز میخوانیم. او بچه بیشه و شش. ببخش پدر جان، من متوجه نبودم. من نمیفهم که تو چوخ متوجه خود خواد شدی. از این قدم کلان میشی؟ خیره بابی آرون جان، این دفعه ببخش، دیگه تکرار نمیکنه. عالم طرف ما چرا چپ چپ سیل داری وزار خور؟ ما 100 دفعه برات گفتم که بچه رو تو خراب کردی. باز تو مغواری شرستی که نه کار من نیست، ما نکردیم. حالا من این کلکته رو چی کار دارم؟ یا بچه توس مثل خودت واری است، چی گناه زیر دگردن ما مندازی؟ لا حول ولا از است شما زنا. زبانت ماشین واری میچله. در قسمت از این بچه تمام گناه در گردن خودت است. گناهگار هستی. او مردکه ما 100 کرات برات گفتیم، بازم برات میگم که من در این بچه قاق چلید تو کار غرض ندارم. تو میفهمی کارت، با سبارز نگویی که برام نگفتی. وزن ملامتی رو سر من ننداز. خودت ملامت هستی در مقابل از این بچه. او مردکه 100 کرات ما برات گفتیم که من کار غرض ندارم که این بچه قاق چلید. تو میفهمی کارت، سبارز با نگویی که این کار تو نگفتی. او بچه ای چطور جمپر کشمکشار مثل مخدوزاری پوشیدی کجا میری ها؟ ای بچه لندغلت کجا میره؟ پرسان که از پیشش. حالا من چی بگویم؟ خودت دان زبان نداری که از پیش پرسان کنی؟ ما از پیشش پرسان کردم، اون بط بامیان واری مانده. من نمیفهمم که کدام فساد داره ای. او دختر تو میفهمی که بیادرت کجا میره؟ من خبر ندارم پدر، مقصد میگفت که دیوالای چکر میرم. خب من میگم چطور بچه غلام چرسی و بیادر بادار قمارباز در پیش دروازه ما چوریگک زده میره. معطل شیراغای چرسی ما هستن. نه او مردکه ناق سر بچه ما تومت نکو. مثل تو آره نیست که سیگرت سر سیگرت، سیگرت سر سیگرت، شو تام شو تخ کده میری. بچه ما بدون نان خوردن دیگه هیچ عمل نداره. اوقا خوش باور نباش او زن. بچه های زمانه را من مشناسم. گوشای تواکو. او مردکه بچه مزو بچه ها نیست که تو میگی. او زن گپای مرا قبول نمیکنی. حالی برات نشان میتم. میگه آدم از اندیوالاش بشناس. ای که امرای بچه غلام چرسی اندیوالی داره به حکمت نیست. حالی من نشانت میتم. چی میکنی پدر؟ تو استاد شو میگم من. خدای چی گپ هست؟ چی میکنی پدر؟ حالی چی میکنی این بچه رو؟ تو چه غرض داری؟ یک برکت بخی مرا دخترم. توی را بگی؟ خدایا او از من نیست پدر.
بچه من میگه خوب آدم است، بچه می کار نمیکنه. نه بگی توی را بچه شاهزاده است، بچه نمازخوان است، قرآن خان است. او از من نیست پدر. بچه عمل نداره، سیگرت نمیزنه. این سه برکت. یا از من نیست پدر. ای از کی است اگه؟ بچه شاهزاده است، بچه می کار نمیکنه، بچه همراه بچه های نااهل نمیگرده. ای از من است کلش، ای خواهد جیبای ما برآمد. خدا مادر میگه او جگر خور، این چی کار است؟ تو از کی فتر این کارا رو شروع کردی که من خبر ندارم؟ این چرا تو کارا رو کردی او بچه؟ خدایا پای من خود برای دروغ معلوم میشد، من خود دروغ برات میگفتم. این 500 است که دوزی کردی، من خود 1 روپیه هم نداده بودم ات. او مرده که 500 صبحکی از من بزور گرفت که میرم کتن دیوارم چکر. تو هم کت شریک هستی ها؟ تو هم باز برش دادی؟ پرسان نکردی که کجا مصرف میکنی ها؟ او مرده که جان حالا من چی بفهم که تو چرسی و قمار باز مبرایه؟ من چی بفهمم؟ یا هم توفی بچهت باز طرفداریش هم میکنی ها؟ این بچه نیست، تانی روی مستک. من باز چه قسم در منطقه بگردم اگه؟ من خواهی چی روی ندارم، ولی از خدا چی کنم اگه؟ خنده نکن، باز میزنمت. کمی بشرم، خجالت بکش. ای که شرم داره. او بچه این کار از کردن بود که تو کردیه؟ او بچه این پدرت خراس میگه دمی کلانی همی کار یاد گرفتی؟ مردم مدرسه میره، کورس میره که یک چیزی صحیح یاد بگیره. نه این رسای که گل بابونه را. ای از گپا مانده. تو گپ نزن، چشمای لقلقتا بخوری. یکی دیگه تان بتر هستین. سرازی چرا قار هستی؟ این را محکم بگی که خدا زدش. این را خدا شرمانده. او خدا شرمانده، او تانه روی. کاکگی در چرس کشیدن، سیگرت کشیدن و قمار زدن نیست. کاکگی در اونوسک که همراه خوار غریب کمک کنی، پشت دخترای مردم نگردی، دست یک یتیم و یک بیوه را بگیری. کاکگی در این نیستک. فهمیدی یا نه؟ گوش های توکو. یا بیخی نام کاکا را بد کردن. بچه مال چیزی که لوچک از خود کاکا میگیرن. آق پدر و مادر، مادر آزار، پدر آزار، کلش خود کاکا و خرابات میگیرن. خدا کلشان بشرمانه. کاکا سر از یارا بخوره. کل از یارا بگیرین میده کنین، داشغالدانی پرتین. گم که خود از پیش چشمایم. قیافت مثل گواه قلبیو است. برو. مروه دخترم، برو یک چاینک چای دادم که برم بیار. حالا بچه. اوزن این هم نتیجه پشتی خواهید. دیدی؟ حال سرما چی قار هستی؟ چطور قار نباشم؟ به خیالم این بچه مادر نداره یا از راه پیدایش کردیم؟ خدا ای رو بی مادر کنه که تو بیغم شو یک زن دلخواه تا بگیری. مادری خود تنها در ناز دادن و پیسه دادن نیست. آدم از دیگه اعمالش هم خود با خبر میسازه که کتیکی میگرده کجا میره. آلو مردکه من این کلکدو رو کدام وقتش بگیرم؟ دقیقا تمام بچه ها دکتر و انجینیر شد. در موتر آیلکس میگرده. بچه ما تنها به سگ در دستش، قفس در پیشش، تمام روز بودن بازی، چرس، قمار. دیگه از این چی جور شده؟ باز چطور سرت پایین گرفتی؟ ویسی سیگرت کار داری؟ پدر جان اجازه است من یک گپ بگویم؟ چی برای گفتن مانده که بگویی؟ کدام کار از پیش مانده که نکرده باشی ها؟ حال خیر است تو اجازه بدی کمی رویسی ها چی میگن؟ بگو به خاطر ننت مشنوم. چی میگی؟ مرا ببخشید پدر جان، من اشتباه کردم. من رفیقی بد دمی روز رسام. من امیالی رفتم بیرون، کدی خود شیشتم چرت زدم. این کار خوب نیست پدر جان، ببخشید مرا. چی فکر کردی بچه؟ فکر کردم مادر جان پیش خود امی رای که من میرم رای کاکگی و رای مردانگی نیست. پیش خود و پیش خدا جان توبه کردم. مرا زیاد ببخشید. خب توبه کردی ها؟ پدر جان
من آمدم که شما معذرت بخوایم. من دیگه بچه خوب میشم. سر از فردا کورس میرم، مکتب میرم. هر چیزی که شما بگوین من قبول دارم. حسن این بچه چی میگه؟ آیا به گپای از یقین کنم، باور کنم؟ شاید نخواد ما رو فریب بده. او مردک جان چرا فریب بده؟ جوان است، یک چانس دیگه خب بده این بچه را. بچه شم. پدر، مادرم راست میگه. من معذرت میخوایم. خیر است مرا یک شانس دیگه هم بده. بچه بخشیده میته تا که سند فراغت کورس و مکتب نبیاری که تت گپ نمیزنم. چشم پدر، من می کار قول میتونم که برد میکنم. اینه دیدی مدیر غوث؟ انشالله بچه ما یا دکتر میشه یا معلم. توکل به خالق پاک. ما و قطاله. پدر جان به فال نیک بگی گپ شه.